کانال پاناما رو که میشناسید، دو تا اقیانوس مهم دنیا رو به همدیگه وصل میکنه، اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس. قبل از اینکه این کانال آماده بشه، کشتی‌ها برای رفت آمد بین این دو تا اقیانوس بایستی از یک هفت‌خوان رستم میگذشتن تا اینکه آمریکایی‌ها در سال 1904 بعد از 15 سال تلاش تونستن کانال پاناما رو احداث کنن. قبل از اینکه این کانال احداث بشه، کشتی‌ها بایستی تمام خاک آمریکای جنوبی رو دور می‌زدن و از جنوبش عبور می‌کردن، می‌رفتن تو اون یکی اقیانوس. به گذرگاه جنوب آمریکای جنوبی که 3 تا اقیانوس رو به هم متصل می‌کنه، میگن گذرگاه دریک یا دریک پاسیج. برای اینکه گذرگاه دریک رو بشناسیم، اول از همه باید بدونیم که این تنگه 1000 کیلومتری میزبان 3 تا اقیانوسه: اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و اقیانوس منجمد جنوبی. 3 تا اقیانوسی که اصلاً با هم نمیسازن. هر کدوم میخواد اون یکی رو بزنه عقب. هیچ کدومشون هم کوتاه نمیان. برای این حالته که به این آبراه میگن خشن‌ترین آبراه دنیا. این آبراه همه چی تمومه. نه تنها آبهاش همش با هم دعوا دارن، بلکه ژرفای زیادی هم دارن. ژرفای متوسط در این تنگه 3400 متره و مناطقی داره که بیشتر از 5 کیلومتر عمق داره. به قول ضرب المثل معروف هست که میگه گل بود به سبزم آراسته شد. این همه مشکلات این تنگه به کنار، آبهاش هم به شدت سرده. یعنی انقدر سرده که میخواد یخ بزنه، اما خشونت و تلاطم و نمک آب اجازه نمیده یخ بزنه. این آب به قدری سرد و خشنه که موجودات زیادی هم توش زندگی نمیکنن، به غیر از چند تا حیوان مقاوم. معروف ترینش پنگوئن امپراتور که اگر میخواین کامل بشناسیدنش، این ویدیو رو تو آنتن ببینید. حالا اسم گذرگاه دریک از کجا اومده؟ خب معلوم از کجا اومده. از یک انگلیسی، فرانسیس دریک، یک دریانورد قدیمی که در قرن 16 فعالیت میکرده. اون دریانوردی رو از بچگی شروع میکنه، به طوری که وقتی به 18 سالگی میرسه یک دریانورد کارکشته است و کاپیتانه و برای همین دولت بریتانیا استخدامش میکنه. یک کشتی مجهز با افرادش در اختیارش میذاره و میگه برو غرب آفریقا و کشتی رو پر از برده کن، ببر تو دنیای جدید. دنیای جدید کجاست؟ آمریکا. جالبه که بدونید فرانسیس دریک یک جنگجوی نترسم بود، به طوری که وقتی توی اقیانوس‌ها با یک کشتی اسپانیایی روبرو میشد، بیدرنگ جنگو شروع میکرد و میگفت باید نسل اینها رو بکنیم که فقط خودمون سلطان دریاها باشیم. بایستی بدونید که تو این دوران اسپانیایی‌ها از انگلیس‌ها تو دریاها خیلی قوی ترن، اما دریک نمیترسید. جنگو شروع میکرد و شکستشون هم میداد. این رشادت‌ها و جسارت این دریانورد میرسه به گوش ملکه الیزابت اول و میگه وقتی این اومد بیارینش، من میخوام ببینمش. دریک برمیگرده به انگلیس و میگن یه راست برو پیش ملکه، احضارت کرده. وقتی میره پیشش، الیزابت میگه شنیدم دریانورد قابلی هستی، ازت میخوام که تجهیزات و پول برداری و بری غرب آمریکای جنوبی رو اشغال کنی. یعنی اسپانیایی ها و پرتغالی ها رو دور بزنی، بری پشتشون. اما اون موقع که کانال پاناما نبوده، چجوری میخواسته بره اونور غرب آمریکا؟ بایستی از زیر قاره آمریکای جنوبی عبور میکرده، جایی که حتی تا به حال یک کشتی ازش عبور نکرده. کاپیتان ها به اینجا نزدیک نمی شدن چون می ترسیدن، اما ملکه انگلیس فهمید این بیکله است و میره. دریک هم همیشه دوست داشت بره آمریکای جنوبی چون شنیده بود اونجاها طلا و نقره زیاده. برای همین به ملکه میگه به روی چشم، میرم غرب آمریکای جنوبی رو اشغال میکنم. اگر تاریخ دریانوردی رو بدونید، میدونید که فردیناند ماژلان یک دریانورد پرتغالی بود و تنگه‌ای رو کشف کرده بود که امروزه بهش میگن تنگه ماژلان.
این تنگه باعث میشد که کشتی‌ها دیگه تو دریک نرن و از همونجا دور بزنن. اما این تنگه هم اونجوری نبود که راحت بتونی از توش رد شی. آبهای خشن‌تر از دریک داشت و تنگم بود، کشتی رو میتونست بکوبونه به صخره‌ها. برای همین خیلی از کاپیتان‌ها از اینجا عبور نمی‌کردن. میگفتن خیلی خطرناکه. اما دریک با 5 تا کشتی میره تو ماژلان. این 5 تا کشتی به فرماندهی دریک 16 روز تو این تنگه دست و پا میزنن تا اینکه بالاخره سالم از اون ور میان بیرون. دریک و همینطور همکاراش تو کشتی‌های دیگه برای اولین بار بود که اقیانوس آرام رو میدیدن، اما اونها بعد موقعی وارد بزرگترین پهنه آبی دنیا شده بودن، چون یک طوفان در اقیانوس شکل گرفته بوده و داشته میومده طرف اینها. این طوفان میکوبه به اینها. 3 تا از کشتی‌ها با سرنشیناش نابود میشه. خود دریک فرار میکنه به طرف شمال و یکی از کشتی‌ها توی طوفان خودشو گم میکنه و برای اینکه فرار کنه میره به طرف جنوب، جایی که تا به حال هیچ کشتی نرفته. اون میرسه به تنگه دریک که البته اون موقع اسمی نداشت و از این تنگه عبور میکنه، میره اقیانوس اطلس و فکر میکنه همه کشتی ها نابود شده و از اقیانوس اطلس برمیگرده انگلیس. اما دریک جای درستی رفته بود، همون جایی که الیزابت خواسته بود که بره اشغال کنه، غرب آمریکای جنوبی. اون منطقه به منطقه تو سواحل پیاده میشد، هرچی ثروت و چیزهای با ارزشی که این بومی ها داشتن میگرفت و میرفت به طرف شمال. هر جا میدید یک قبیله وجود داره پیاده میشد ببینه چه خبره. دریک هرچی سواحل آمریکای جنوبی رو میرفت بالاتر، دنبال یک راهی میگشت که برگرده به اقیانوس اطلس، اما هممون میدونیم که راهی وجود نداشت. چند ماه میره به طرف شمال تا اینکه به غرب آمریکای شمالی میرسه و میرسه به جایی که سان فرانسیسکوی امروزی قرار داره. اون بالاخره متوجه میشه که تنها راهی که میشه از اقیانوس آرام به اقیانوس اطلس رفت از همون کانال ماژلان یا جنوب کل قاره است. برای همین سر و ته میکنه برمیگرده. چند ماه طول میکشه تا میرسه به دهنه تنگه ماژلان، اما پیش خودش میگه این تنگه خیلی خطرناکه، بهتره برم از جنوب قاره که هم خطرش کمتره و هم یک راه جدید پیدا کردم. از ماژلان رد میشه و میره به طرف جنوب. اون با موفقیت از تنگه دریک عبور میکنه و برمیگرده انگلیس. برای همین انگلیس‌ها اسم اینجا رو گذاشتن گذرگاه دریک. اما اسپانیایی‌ها گفتن چی برای خودتون اسم میذارید؟ اینجا رو یک اسپانیایی کشف کرده و اون برای اولین بار از اینجا عبور کرده. دریانوردی به نام فرانسیسکو ده هوسس که 50 سال قبل از دریک از اینجا عبور کرده. برای همین اسم اینجا مار ده هوسزه، اسمی که هنوز هم کشورهای اسپانیایی زبون به کار میبرن، اما کشورهای انگلیسی زبون میگن نه، گذرگاه دریکه. خب تاریخچه اسم و کشف این گذرگاه رو فهمیدیم. حالا بریم ببینیم چرا این گذرگاه انقدر خشنه. اول از همه باید بدونید که اقیانوس منجمد جنوبی یک آب سرده که تمایل داره بره به طرف شمال. این دوتا اقیانوس اطلس و آرام هم که آبهاشون گرمتر از اقیانوس جنوبیه میخوان برن طرف همدیگه. برای همین اون دوتا به همدیگه هل میدن. اقیانوس منجمد جنوبی هم به این دوتا داره هل میده. برای همین 3 نوع آب در اینجا درگیرن. چرا میگیم 3 نوع؟ برای اینکه هر کدومشون یه دمایی دارن. برای همین هر کدوم دوست داره کار خودشو انجام بده و به قول قدیمیا آبشون تو یک جوب نمیره، ولی البته رفته چون چاره‌ای نداره که نره. جریان‌های پرقدرت این 3 تا اقیانوس با دمای مختلف میزنن به تیپ همدیگه. از دعوا هم دست نمیکشن. درست مثل این که هر کدوم دارن به اون یکی یک چک محکم میزنن. باعث و بانی خشونتی که اینجا وجود داره تفاوت دماهاشونه. اقیانوس منجمد جنوبی معمولاً منهای 3 درجه سانتیگراده، اما اقیانوس آرام و اطلس در این نقاط جنوبی معمولاً بین 4 تا 6 درجه سانتیگرادن. اگر هوا با این اختلافات دمایی یه جا به هم برسه طوفان ایجاد میشه. چرا آب نتونه این کارو بکنه؟ این 3 نوع آب واقعا طوفان ایجاد میکنن. به اضافه اینکه هواهای اطرافشون هم مختلفه، اونها هم بادهای پرقدرت ایجاد میکنن.
حالا دریا اینجا چی کار میکنه که انقدر ازش میترسن؟ کاری نمیکنه، فقط کاری میکنه که موج 18 متری اینجا عادی به نظر میاد. درست شنیدید، 18 متری یعنی یک ارتفاعی مثل یک ساختمون 7 طبقه. کشتی‌های مدرن امروزی که بهترین تجهیزاتو دارن از وارد شدن به این آبراه هنوز میترسن. وای با حال اون کشتی‌های قرن 16 که مثل یک نابینا دارن حرکت میکنن. نمیدونن جلوشون چه خبره، نمیدونن بالا سرشون آسمون چه خبره. همینجوری کورکورانه وارد یک همچین آبهایی میشدن. واقعا خیلی شجاعت میخواد. در اون سالها آروم آروم کشتی‌ها ترسشون میریزه و میان از گذرگاه دریک عبور میکنن. یه ذره پایین‌تر از این گذرگاه قطب جنوب بود، ولی شاید باورتون نشه 300 سال تموم کشتی‌ها از این گذرگاه رد میشدن، اما جرأت این که برن طرف جنوب رو نداشتن، چون هوا سردتر میشد و وحشت داشتن. میگفتن ولش کن. تا اینکه میرسیم به سال 1821 که بازم یک دریانورد انگلیسی به نام جان دیویس که غرب آمریکای شمالی تو اقیانوس بوده تصمیم میگیره خودشو برسونه آسیا، اونم از طریق تنگه دریک. راه میفته به طرف جنوب، میرسه به گذرگاه، عبور میکنه، اما راهشو گم میکنه. اون به جای اینکه بره به طرف شمال و بره توی اطلس، اشتباهی میره به طرف جنوب و یه دفعه میبینه رسید به یک خشکی یخی. میگه اینجا کجاست؟ جان دیویس اولین انسانی بود که اشتباهی قطب جنوب رو کشف کرد. اون دور میزنه و میاد به طرف شمال و این داستان قطب جنوب میرسه به انگلیس. اولش جان دیویس رو سوال پیچ میکنن، میگن اونجا چی دیدید؟ خشکیش چجوری بود؟ چه حیواناتی دیدی؟ چه جور آدم‌هایی اونجا زندگی میکردن؟ اون میگه آدم کدومه بابا؟ من یک حیوانم ندیدم. حتی یک درخت و گلایگیه هم وجود نداره، فقط یخه. بعد از اینکه این اخبار پخش شد، همه کشتی‌ها گفتن ولش کن، بریم اونجا چیکار؟ یک یخبندونی که هیچ کس نیست، فقط سرماست، بریم اونجا چیکار؟ شاید باورتون نشه 80 سال کسی نمیره اون طرف، تا اینکه بالاخره در سال 1902 رابرت فالکون اسکات انگلیسی که یک ماجراجو بود تصمیم گرفت بره قطب جنوب و بره روی یخاش ببینه چه خبره. با یک سری از همراهاش روی یخا پیاده میشه و با سورتمه و چوب اسکی و وسایل اولیه میرن داخل قطب جنوب. 740 کیلومتر پیشروی میکنن، اما هیچ چیز دیده نمیشه جز یخ و سرما. یه جورایی وحشت میکنن، برای همین برمیگردن، اما 740 کیلومتر رو طی کرده بودن و این خیلی مهم بود. 6 سال بعد، یعنی در سال 1908، ارنست شکلتون انگلیسی میگه بیشتر میخوام وارد این قطب بشم و با کشتی راه میافتن میرن اونجا. ارنست بیشتر از اسکات میره جلو، اما فقط 156 کیلومتر میتونه بیشتر بره. شکلتون هم دست از پا درازتر برمیگرده، اما رکورد اسکات رو زده بوده. 3 سال بعد، یعنی در سال 1911، رابرت فالکون اسکات دوباره برمیگرده روی قطب و شروع به پیشروی میکنه، اما با یک چیز عجیب روبرو میشه. یک نروژی به نام رولد آمدسن با ابزارالاتی مثل همینا داره پیشروی میکنه و هدفش اینه که برسه به مرکز قطب جنوب، یعنی جنوبی ترین نقطه کره زمین. رابرت وقتی میبینه این نروژی هم میخواد بره اونجا، سرعتش رو بیشتر میکنه که اول اون برسه. اما آماندسن نروژی در سرما بیشتر تجربه داشت و تونست سریعتر خودش رو برسونه به مرکز قطب. برای همین برای اولین بار پرچم نروژ توی قطب برافراشته میشه. خب موضوع این ویدیو قطب جنوب نیست. دوباره برگردیم به گذرگاه دریک. این گذرگاه به قدری خطرناک بود که اصلا خیلی کشتی‌ها عبور نمی‌کردن. برای همین در سال 1889 آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن یک راه دیگه برای عبور کشتی‌ها پیدا کنن. اونها پاناما رو انتخاب میکنن، جایی که بتونن یک کانال بسازن و با وجود اینکه اقیانوس‌های طرفین اون کانال اختلاف سطح دارن، با آسانسور کشتی‌ها رو بالا پایین کنن و بندازن تو اون یکی اقیانوس. شاید بگین چرا دو تا اقیانوس باید اختلاف سطح داشته باشن؟ مگه قانون ظروف مرتبطه اینجا کار نمیکنه؟ چرا کار میکنه، اما چیز دیگه باعث اختلاف سطح میشه. جزر و مد دو تا پهنه مختلف و همینطور تراکم آبهای مختلف دو تا اقیانوس.
تراکم آب اقیانوس آرام کمتره و همین باعث میشه که بیاد بالاتر. البته این حالت در گذرگاه دریک وجود نداره. در طول تاریخ کشف این گذرگاه تا به حال بیشتر از 800 تا کشتی در اینجا غرق شده، اما امروزه این گذرگاه هر روز داره استفاده میشه و حادثه هم زیاد به وجود نمیاد، برای اینکه با کشتی‌های غول‌پیکر میان اینجا، اونم کشتی‌هایی که به همه جور تجهیزات مجهزه. البته تو این جور جاها ناخدا یا کاپیتان کشتی بلده که چطوری کشتی رو عبور بده. اگر ناخدا بلد نباشه، اولین موج بزرگی که بیاد کشتی رو میخوابونه و واژگون شدن کشتی تو این منطقه یعنی مرگ تمام سرنشیناش، چون آب اینجا که گفتیم زیر صفره، میخواد یخ بزنه روش نمیشه. البته نمک و تلاطمه که نمیذاره. حدود 2 هفته پیش که ویدیوی مثلث برمودا رو آپلود کردیم و گفتیم که خطری در اینجا وجود نداره، بعضی از دوستان گفتن نه، جای خطرناکیه و هیچ کشتی و هواپیما از اونجا عبور نمیکنه، شما خبر نداریم. ما رفتیم دوباره تحقیق کردیم، فکر کردیم واقعا داریم اشتباه میکنیم، اما دیدیم نه، داستان مثلث برمودا همونی بود که تو ویدیو گفتیم و هیچ خطری در حال حاضر وجود نداره، اما یک منطقه‌ایه که در بعضی فصل‌ها طوفان خیزه. این حرفو زدیم که اینو بگیم امروزه خطرناکترین آبراه دنیا گذرگاه دریک شناخته میشه، نه جای دیگه. البته توی ویدیوی مثلث برمودا گفتیم دریای جنوبی چین هم خیلی خطرناکه، اما اون نه تنها آب و هوا بلکه شلوغی و ترافیک هم باعث حادثه میشه. اما گذرگاه دریک ترافیک نداره ولی عبور ازش بالاترین ریسکو داره.